حين ولدت أعطيت. بله سلام علیکم، بفرمایید. سلام، شبکه وصال حق. شبکه وصال حق، بفرمایید خودتون رو معرفی کنید، از کجا زنگ میزنید؟ خسته نباشین. فاطمه هستم، از ایران تماس میگیرم. بفرمایید خواهر گرامی. با سلام خدمت شما. علیکم السلام. کنم مورد شبکه وصال حق. سلامت باشید. آقای انصاری، من هفته استاد من یه شعر گفته بودم در رابطه با موارد شدن خودم در قبل و بعد از اون، خواستم خدمت شما بگم. بفرمایید خواهر گرامی، میشنویم. مرده بودم زنده شدم، وصال حق آمد و من بنده پاینده شدم. عشق شدم، شور شدم، به راه کفر چون بودم، یک سر نابود شدم. چو راه حق من جستم، ز شرک بود دور شدم. بنده گناهکار تو بود، غرق در این کار تو بود. چون که کلام تو شنید، عبد تو بود، خادم درگاه تو بود. دست محبت چو رسید، وعده دیدار تو بود. دل که به معراج تو رفت، سجده به درگاه تو بود. دست مرا سخت بگیر، تا که در این دیر بلا گم نکنم عشق تو را. چون که تو را یافتم، ز نو خودی ساختم. لطف تو بر بنده خوار، جز به نگاه تو نبود. ممنونم از شبکه خوبتون. خدا حافظتون باشه. زنده باشید خواهر گرامی. الله متعال سعادت دنیا و آخرت نصیبتون کنه. تشکرش.